یکمش گفتن افش و سلام، سلام اظهار کنه، آشکار کنه، همدیگر دیگه بگه السلام علیکم. متاسفانه امروز در بین ما مسلمان ها خصوصا مردم تاجیک یه عادت برمده، وقتی همدیگر رو میبینن خیلی سازی تیغی نغزی همین قمه پرسه و لفظی السلام علیکم استفاده نمیبره. گفتن سلام سنته، اما جواب سلام واجبه. وقتی یک از گفت السلام علیکم و علیکم السلام گفتن، جواب سلام گردوندن برای انسانی یعنی سلام شنونده واجبه. سلام این خودش معناش هم میشه که وقتی یک کسی گفتیم السلام علیکم، معناش هم اینه که ما میگیم سلامتی برای تو نصیب باش، یعنی هم در دنیا و هم در آخرت سلامت باش. لیکن سلام عزیزای خدا بسیار شرح زیاد میکنن. میگن سلام، حدیث جناب پیامبره که اسم من اسامی الله، نامی از نامهای پروردگاره. در اسماء الحسنا اگر خونده باشه ملیک القدوس و سلامیه، یعنی سلام با معنای یک از نامهای پروردگار سلامه. وقتی هم دیگر رو گفتیم السلام علیکم، معناش همین میشه که بندگی همون الله سلام نصیب بود. با کسی که بنده الله سلام باشه در دنیا و آخرت سلامت میمونه، یعنی ای رنج و مشقت، درد داغ دنیا و آخرت نجات. دوم معنای سلام وقتی السلام علیکم میگیم، یکی از نامهای جنت سلامه. والله یدعو الی دار سلام، آیت قرآنه. پروردگار میگه من شما را دعوت میکنم به سوی شهر سلامتی که جنت. وقتی هم دیگه گفتیم السلام علیکم، با این معنا میگفتیم که داخل شدن همو جنتی که نامش سلامه برات نصیب بود. و سلام وقتی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج با خداوند ملاقات کردن، جناب پیامبر گفتن که التحیات لله و الصلوات و الطیبات. ولی التحیات که در نماز میخونیم صحبت جناب پیامبر با پروردگار در شب معراج. یکمین سخن جناب پیامبر کو همین بود، التحیات لله و الصلوات و الطیبات. تحیه عبادت زبانی میگن، قرآن میخونی، ذکر میگوی، امر معروف و نهی منکر میکنی، در تحیه داخل میشه. صلوات عبادت بدنی، نماز میخونی یا صلوات میگن. طیبات از مال درای خدا میبخشی را طیبات میگن. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که عبادت زبانی، عبادت بدنی، عبادت مالی همش برای تو است ای پروردگار. وقتی این جمله را گفتن، خداوند در جوابش گردون که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت های پروردگار برای تو بود ای نبی. نبی گفته دوست میشه، ای دوستی من، پس سلام و چی رحمت ها و برکت های من برای تو نصیب. شارح ها یک شرح زیبایی دارند در همین جمله، میگن ببینید که سلام جمله هست که پروردگار یکم جمله که در شب معراج به حبیب دوستش گفت چی گفت؟ السلام علیک، سلام برای تو بود ای حبیب. و جناب پیامبر میگه در جواب چی کردن؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. پروردگار گفت سلامت برای ما پیغمبرها و برای تمام بنده های صالحت. صالح کی را میگه؟ کسی 5 وقت نماز میخونه، کسی خدا را دوست میداره، خدا را بندگی میکنه، در تحت کلمه صالح میداره. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که ای پروردگار سلامت برای من، ما پیغمبرها و برای تمام بنده های صالح. و حضرت جبرئیل علیه السلام میگه سخن این ذاتی بزرگوار الله رب العالمین، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه از مقامی پایان گوش میکرد. این لحظه بعد چی گفت؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. التحیات تمام شد. نه تا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین سخن پروردگار و جناب پیغمبر، اما اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله سخن حضرت جبرئیل علیه السلام. یعنی که سلام جمله بود است که در شب معراج یکمین کلمه رب العالمین برای جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. و سلام با جمله هست که اهل جنت وقتی در جنت داخل می شوند، ما اگر یک سر اهمیت داده باشیم، وقتی انسان ها یکون جا یعنی استراحت دمگیری میرن، یکون طرب خانه، یکون جایی که مقصد جای دمگیری و استراحت بروند، داد میفرمان که یکون نغمه، یکون موسیقی و یکون موزیکای موافقی یعنی خواهش عصبشو براشو بمونه. بعضی جا صدای چهچه بلبل میمونن، بعضی جا یعنی صدای نه یا دیتار و دیگر چیز میمونن برای عصبهاشون آرام کرده. اما اهل جنت وقتی که در جنت همیشه یعنی در عیش عشرتن،
او چیزی که مینه اینها را عصبشون آرام میگردانه در سوره حضرت یاسین میخونیم سلام قولا من رب رحیم. سلامی هست که از جانب پروردگار دائم میشنوند. از جانب پروردگار شو اهل جنت در عیش عشرت غرقن مشغولن، در راحتن، کمبودی ندارن، نارسایی ندارن، اما با او چیزی که چقدر آرامتر شو میگردانه و راحتتر شو میبخشه ای جانب الله رب العالمین سلام شنیدن. سلام قولا من رب رحیم. یعنی که سلام جمعی همه خوبی ها است. در این خاطر جناب پیامبر ما را تحقیق کردن که افشو سلام، اظهار کنه، افشا کنه، آشکار کنه سلام. همدیگر را دیدی ای سر جمعوندن ایتری کردن، سازی نغزی تنجی گفتن بگو السلام علیکم. وقتی همدیگر رو گفتیم السلام علیکم، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که 10 حسنه 10 ثواب در نامه اعمال نوشته می شود. اگر بگی السلام علیکم و رحمت الله، رحمت الله در بالای سلامت خوش کنی 20 ثواب در نامه اعمال خدا نوشته می‌کنه. وقتی بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و برکاته خوش کنی 30 ثواب خداوند در نامه اعمالت می‌نویسه. اگر جواب گوینده بگی که و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته در نامه اعمال او هم 30 ثواب نوشته میشه. ببینه که ای نغزی سازی تنجی در السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتن چی ثواب؟ 30 ثواب در نامه اعمال یعنی سلام دهنده نوشته میشه است. یکم چیزی که جناب پیغمبر ما را توصیه کردن چی کردن؟ افشو سلام. حتی در یک روایت گفتن که وقتی شما سلام بین خودتون آشکار کنید در شما محبت پیدا میشه، همدیگر را دوست می‌دارید. در اصل وقتی این شاید که اکثرا نمیدونید که سلام چی معنای وسیع کشا داره، فقط میفهمید که سلام دادن ها. حتی بعضی انسان نمیدونه که السلام علیکم معناش اینه که سلامتی بر تو نصیب باد، همیشه سلامت باشی، درد و ناراحتی را نمیبینی. اما وقتی معناش فهمیدی، وقتی یک کس سلامت گفت چقدر راحت میشه که همین برادرم دوست میگه که همه خوبی ها برات نصیب باشه. یکمش افش السلام و دیگه‌اش و اطعم الطعام. طعام بطیه از طعام هایی که مردم طعام میخورن. امروز که شما برای یعنی قبلگاهی صدقه کرده در هر قطره آبی که در همین طعام شما خداوند در نامه اعمال ثواب می‌نویسه. غیر اینه که این ثواب در روح قبلگاه تو میرسونه، غیر این ثواب کلا در روح او را میروه، با زیادتی ای فضل خودش خداوند در نامه اعمال طعام دهنده حسنه می‌نویسه، ثواب می‌نویسه. هر دانه‌ای که در طعام، هر قطره آبی که در طعام، هر قطره آبی که مردم مینوشن، هر میوه‌ای که اینجا استفاده میبرن، ای خداوند در نامه اعمال که طعام دهنده صدقه کننده حسنه و ثواب مینویسه. ما خوردیم میرویم در خونه چیکار میکنیم؟ بعد از خوردن نماز شام میخونیم و خفتن میکنیم. الحمدلله با اکثرا نماز تهجد میخونیم، با بعضیمون نماز بامداد بعد از این میخونیم. به همین قوت می خورده در ثواب تمام نمازهای ما انسان طعام دهنده خوشه، شریکه. طعام دادن چی فضیلت داره، چی ثواب داره. مردم ما میگه چی صدق بسش که چیکارش می‌کنی دیگه، نمیدونه که این چی ثواب داره. شیخ عطا میگه هر چی دادی در راه حق آنی توست، آن چی میماند بلای جانی توست. زیرا در راه خدا دادی اما ایت او چیزی که ایت در دنیا میمونه بلای جان تای. برای چی؟ برای در قیامت در نزد خدا میخیزن و میپرسد مال من در کجا صرف کردی. طعام دادم خیلی فضیلت ثواب زیاد. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله حدیثه میگه هر سحر خدا 2 ملائکه رو میفرستاده از در روی دنیا، میگه برای ندا کنه، فریاد کنه. اونها میگه یک جمله میگه، یکیش میگه که اللهم اعطی منفقا خلفا، دیگرش میگه اللهم اعطی ممسکا تلفا. یکیش میگه پروردگار انسانی که دارندگیش در راه تو انفاق مینه، صدقه مینه، مالش زیاد بگردون، مالش براش چقدر پر برکت بگردون. دیگرش میگه که ای پروردگار انسانی که ممسکی و بخیلی مینه مالش تلف ریز چاش او بگی نابودش کرد. مولانا در مضمون همین حدیث یک جمله داره، میگه که گفت پیغمبر دائم بحر تن 2 ملائک خوشمنادی میکنن. مولانا میگه که جناب پیغمبر که 2 ملائکه دعای خوب مینن، میگه که ای خدایا منفقان را ده خلف، دیگرش میگه ای خدایا ممسکان را ده تلف. میگه
انسان سخاوتمند مالش را زیاد بکن. دیگرش میگه مالش را تلف بده. دیگرش میگه ای خدایا منفقان را سیر دار، هر دیرمشان را عوض ده 100,000. ای پروردگار میگه ده هر یسوم 100,000ش بده. دیگرش میگه ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان اندر زیان. ای پروردگار ممسک بخیل غیر زیان دیگر چیز نتی. بعد آخر حضرت چی میگه نان دهی در راه حق نانت دهند، جان دهی در راه حق جانت دهند. چیزی در راه خدا اون میگردی میگیری. یعنی خداوند میگردونه در همین دنیا در هر یک سومت خداوند 700 سوم وعدت کرده که برکت در مال، در زندگی، در حیات میاره. تعام دادن هم جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنین وصف کرده است. و سیمش سیله رحم، خویشاوندی، دوستی کردن، قدی خویش تبار معامله و مناسبت. متاسفانه امروز ببینید بسیاری اکا و دادر رو به همدیگر قهری هستند. ایروی چی؟ ایروی کارشون، ایروی پول مالشون، ایروی یک خانه شیدگی، ایروی یک ماشین شیدگی، یا ایروی میراثی که بعدی پدرشون مونده است. بینشون خفگی، قهرگی، جنجال، نمیدونن که ایسر پدرشون موند، ایسر اینها رو میمونن. بینشون خفگی. سیله رحم خویشاوندی میگن. عزیزای خدا یک جمله مقاله زیبا دارن، میگه در بین کدام اکا و دادر خویش تباره که خفگی و قهرگی و نافهمی پیدا شد، ایرا عمیق بدونه که شیطان غلبه کردگی است. شیطان همیشه میخواد. شیطان میخواد که اکا با دادرش قهری باشه. به چه خاطر؟ برای که سیله رحم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر انسانی که سیله رحم کرد، این شخصیت اهل جنتی است. کسی که سیله رحم کرد رضای خدا را ایخد میکنه. کسی که سیله رحم کرد یعنی خویشاوندی، خویش تباری کرد، به خدا قریب میشه، در جنت درجهش بالا میکنه. یکمی شخصیت هایی که اهل جنت هستند، یعنی داخل جنت میشن انسان هایی که در دنیا سیله رحم دارن، خویشاوندی دارن. حدیثاش به نهایت زیاده که وقت کم همش بگیم. یعنی کسی که سیله رحم کرد درجهش در نزد خدا در جنت بالا میره. سیمش جناب پیغمبر سیله رحم و چهارمش نماز شب خواندن و صلوا باللیل و ناس نیام. شب نماز بخونه در صورتی که مردم خوابن. جنید بغدادی رحمت الله علیه که ای اولیاهای خدایی که ای دوستای خدا بندگی میکنه وفات میکنه، چند لحظه پس، چند روز پس یک شاگردش خوابش میبینه. میگه استاد بزرگوار میگه برای من بگو که بعد از مردن از همه زیادتر کدام عمل انسان یاردمش میکنه، دستگیرش میشه و فایدهش میبخشه. میگه حضرت یک آهی سر کشید، گفت فرزندم، گفت بچم، گفت یگان عمل، گفت چه در کرد نماز شام دستگیری من. یگان عمل. و چی خاطر؟ و خاطری که اون در کرد نماز شب غیری خودت الله دیگه کس نمیبیند، دیگه کس نمیدونه، همه خواه. یگان عملم گفت چنین در کرد نماز شب دستگیر نشد. نماز شب محبوب ترین، دوست داشته ترین نمازها نزد خداوند. و چی خاطر؟ به خاطری که خداوند جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم امرش کرد برای نماز تهجد خواندن. و من اللیل فتهجد به نافله لک. ای محمد صلی الله علیه و سلم شبها بخیز نماز تهجد بخوان، پروردگار تو میخواد که تو به مقام محمود برسانی. پروردگار تو دوست می‌داره که تو ای همه درجه بالاترین نصیب بگیر. نماز شب هم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چنین وصف. نماز شب به دوست داشته ترین نمازها بعد از نماز فرض این نماز شب به نزد خدا. همین خاطر ما هم باشیم نماز شب نماز تهجد میگن، بعد از نماز ختم تا بامداد کی بخونش میشه. از همه کمترینش 2 رکعت. 2 رکعت با حق داره. با در نماز شب یک حکمت، یک خوبی، اجازت داره که در سجدهش به خدا راز بگو. بعد یک 3 بار گفتی سبحان ربی الاعلی، مانع نیست، معنی نیست. با تاجیکی چیزی که دردی دل داری بگوی پروردگار پریشانم، قرضی دارم، مشکلی دارم، غم در حیاتم اومده است، دردمندم، غیر از تو دیگه فریاد رس ندارم، غیر از تو دیگه دادرس ندارم، غیر از تو دیگه یعنی محرمی راز ندارم که با او راز بگو. چی چیزی در دلت هست در زبانت میآید. دوست داشته ترین دعا در نزد خداوند دعایی هست که ای دل میبرد، او یک اذیت او نه. متاسفانه ما امروز همه چند دعای اذیت داریم، ما رو تکرارا گفتن میگیریم. خوبه، معنی نیست، بد نیست.
اما دوست داشته ترین دعا همون دعاییه که وقتی سر در سجده موندی دیل نگاه میکنی چی میخواه؟ بگوی پروردگارم بنده تیم، غیر تو دیگه صاحب ندارم، من به حال خودم نگذار، به حالم رحم کن. پروردگارا به فریادم برس، به حق خدا، به حق دینداری، به حق اهل بیت، به حق زد فرض. در سجده دعا، در نماز نفل به الله محتاجیم، برای دیدن محتاجیم، برای شنیدن محتاجیم، برای گفتن، برای رفتن، برای تمام حرکت به الله محتاجیم. الله رب العالمین گفته که انمی زاره بنده من دوست میدارم. برای همین هر کدوم ما و شما باشیم اکای جون 4 نصیحتی که جناب پیغمبر گفتن در حیات ما عملی کنیم تا اینکه آخرت، در آخر حدیث هم جناب پیغمبر گفتن که تدخل الجنه بسلام، داخل جنت میشه ای در سلام. تا اینکه خداوند ما را در آخرت این بشارت، این خبر که پیغمبر وعده مقدس نصیبمون بگردونه، ای در سلام داخل جنت، داخل شدن جنت ای در سلام خدا نصیب. یکمش چی بود؟ سلام آشکار کردن، طعام دادن، خش تباری سیله رحم و آخرش نماز شب. انشاءالله اگر این حدیث پیغمبر همچون یک هدیه ای جانب من نه، ای جانب جناب پیغمبر قبول کنیم، در حیات معاملی کنیم، انشاءالله که در آخرت با یقین کامل، با باوری بود چی بگیم که انشاءالله که ما ای در سلام داخل جنت بشیم.